اولین شخص شده اگر به جمعه بیاید، یعنی پیش از آنی که مکافات اولین شخص را برای شما بیان کنم، فراموش نکنید که پیغمبر خدا در حدیث های خیلی زیادش برای تازگی، برای شستن بدن به ما و شما تأکیدات خیلی زیاد دارد. علل خصوص در روز جمعه، وقتی روز جمعه شد شما میتونین که حمام خانه را، حمام اون عمومیه که تمام موی سفید جوانها بدنها را لوچ میکنن، آبازی میکنن و یک منظره شرمندگی در اونجا برقرار میکنن، در اون منظره نی. زیرا که شما در این روز نه جمعه را صاحب میشین ثواب شد، زیرا که شما فرض از فرضهای خدا را ترک میسازید، یعنی ترک ستر عورت میکنید. خانه در حمام گرم کنین و صابونها و دندان شویک هایی که هست پیش از جمعه اینها را استفاده کنید. وقتی شما اینها را استفاده میکنین، بعد استفاده بهترین لباس های خود در بر کنید و از روغنی های خوشبویی که در خانه دارین در بدنهاتون، در لباس هاتون استفاده کنین و بعدا به سوی نماز جمعه بیایید. الملائکه تتعزى مما یتعزى بنو آدم. پیغمبر خدا گفتند باید بدن امت من هیچگاه بوی نداشته باشد. مقصد از بوی بد، هیچگاه بوی عرق بدن در بدن امت من باید وجود نداشته باشد. هیچگاه امت من باید بدن ناشسته نداشته باشد. وقتی بدن امت من بوی میکند، وقتی پهلوی این امت من رفیقی که نشسته است آزار میبیند، پیغمبر گفتند ملائکه ها آزار میبینند از آن چیزی که آزار میبیند فرزند آدم. وقتی فرزند آدم هم که از بوی غلیظ تو ناراحت شد، گمان کن، تصور کن که ملائکه‌ای که تو داری وای هم از تو نفرت دارد. رسول اکرم گفتند النظافة من الایمان، پاکی از ایمان است. شما وقتی به جمعه می آیین، از همه شما خواهش، پدر هستی، برادر هستی، به لباس ها بسیار توجه خوب بده. علال خصوص همین نزدیکی دو روز پیش در یک مسجد نماز عصر خواندیم. وقتی ما پایافزالای خود خواستیم در جای پایافزال بگذاریم، باور کنین مسافه قریب 2 متر به سوی پاپوشی ها رفته نمی شود از دسته بوره که همون پاپوشی ها بی نهایت بوی میکنند. چگونه امر فرزند مسلمان در پای خود میکشد؟ آیا وای همون بوره حس نمیکند؟ باز به همون جورب های بویناک آمده بالای جای نماز می ایستد، نماز می خواند. و فی ثیاب البذلة، عباره مختصره میگه در لباس هایی که بویناک هستند، چرکین هستند، نماز نخوانید که نمازتان ثواب ندارد. آدم مسلمان باید تازه باشد، پاکیزه باشد. وقتی شما بدنها را پاکیزه کردین، تازه کردین، پیغمبر خدا را از فضیلت روز جمعه به شما خبر میدهد. بعدا دوان به سوی مسجد حرکت کردی که تا که آدم اول باشم، یعنی بر وقت به نماز جمعه می آیی. رسول الله گفتن فکأنما قرب بدنة، تو مکافاتی تو در روز جمعه همچنان است که یک اشتر را در راه خدا تو ذبح کرده باشی، قربانی کرده باشی. یک اشتر قیمتش شاید که $500 باشد، $400 باشد. تو در یک ساعتی که بر وقت می آیی به جمعه و کار خودت ترک میکنی، در نزد خدا در روز جمعه الله که تو صاحب یک قربانی اشتر میگردی. و من راح فی ساعت الثانیه، پیغمبر گفتند اگر مبادایی که آدم اول نشد و آدم دویم شد، فکأنما قرب بقرة، همچنان از پیغمبر خدا گفتند که یک گاو را در راه خدا قربانی کرده است.
و من راح فی الساعت الثالثه، دویم آدم هم دیراب نکردی، سیوم آدم شدی. رسول اکرم گفتن فکأنما قرب کبشا اقرنه، همچنان است که یک قشقار را در راه خدا قربانی کرده است. و من راح فی ساعت الرابعه، اگر سیوم آدم هم نشدی، چهارم آدم آمدی، همچنان از پیغمبر خدا گفتن که فکأنما قرب دجاجه، تو یک مرغ را در راه خدا قربانی کردی. و من راح فی ساعت الخامسه، اگر پنجم آدم تو در جماعت اشتراک کردی، فکأنما قرب بیضه، پیغمبر گفتن همچنان است که تو یک تخم را در راه خدا قربانی کردی. فاذا خرج الامام علی المنبر، پیغمبر گفتن وقتی امام شما آمد، داملای شما آمد، بالای منبر برآمد، حضرت الملائکه یستمعون الذکر، اونها نویساندن ثواب می پوشانند و به داملا گوش می اندازند که داملا چی می گوید. خوش به حالی آن برادرانی که در روز جمعه حرکت میکنند که بر وقتتر به نماز جمعه بیایند، نمی ایستند که 5 دقیقه یا 10 دقیقه به نماز به انجام امر معروف بماند و بعد من در نماز جمعه اشتراک کنم. این حالت از ثواب این قربانی ها و از ثواب امر معروف اون انسان محروم میگردد. خوش به حال آن برادرانی که چه از راههای نزدیک و چه از راههای دور برای خواندن نماز جمعه بیقرار میشوند، برای شنیدن امر معروف بیقرار میشوند، حرکت میکنند، به سوی جمعه میآیند. انشاءالله اینها در گروه همون آدمهای صادق و آدمهای نجات یافتگی در روز قیامت قائم میگردند. البته این موضوع فضیلت جمعه هم خیلی موضوع کلانی هست. امروز آخران جمعه ما از سوال و جواب می شود، زیرا خیلی زیاد سوال هایی بود که من بسیاری آنها را نخواندم، زیرا که بسیاری آنها با یکدیگر تشبیه بودند، مانند بودند. و امروز خدا خواسته باشد این سوال هایی که در پیش من از جواب می گوییم و جمعه دیگر خدا خواسته باشد محبت صحابه ها را به پیغمبر به شما حکایت میکنیم که آیا صحابه های پیغمبر و پیغمبر ما و شما چگونه محبت داشتند، چگونه اسلام دفاع کردند، چگونه قرآن دفاع کردند. انشاءالله به سمع شما میرسانیم. السلام علیکم حضرت داملا، یک سوال دارم. سلمان فارس چگونه اسلام را قبول کرد؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لو كان الایمان بالثریا لناله رجال من هؤلاء. این حدیث بخاری است، حدیث صحیح بخاری است که پیغمبر خدا وقتی که آیت جمعه فرامد که راوی این حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا گفتند که در سیوم آیت جمعه معنای آیت این است که ای اهل اصحاب، باز بعداً شخصانی زیاده، قومهای زیاده باز در اسلام داخل می شوند. یک مرد گفت پیغمبر خدا این کدام قوم است که باز در اسلام داخل می شوند؟ پیغمبر خدا در پهلویش سلمان فارس نشسته بود، سلمان ما و شما. رسول اکرم دست در شانه سلمان گذاشت و گفت همان قومی که من خبر می دهم از قوم همین فارس هاست. اگر علم ایمان در ثریا گفته چقدر ستاره دور است، اگر این قدر دور که باشد هر آینه این علم را پایان میارد، این مردم اهل فارس. پیغمبر خدا گفتند. خوش به حال مردم ما و شما. پیغمبر خدا در حدیث ها می آید که با زبان فارسی ما و شما شوربا هم گفتند. وقتی از سلمان فارس پرسیدند که شما همین خوراک چی میگویید، گفتند شوربا میگوییم. پیغمبر شوربا گفتند با لفظ شیرینی خودش. همین سلمان پدرشان زردشت بود، خودشان آتش پرست بودند.
من مختصرا این قصه را برای این برادر میرسانم، زیرا قصه زیاد میگیرد. و پدرش بسیار آدم مالدار بود، بسیار مالدار و زمیندار بود و سلمان را چنان دوست می داشت، چنان دوست می داشت، می گفت که از تمام آن زمین و دولتی که دارم، سلمان برای من تو نیکوتر هستی، تو محبوب تر هستی. باره می گوید این پدر سلمان. و سلمان فرمود که من امروز از زمین های خود خبر گرفته نمی توانم، به سر زمین های من رو، از حال زمین های من خبر بگیر. لیکن از تو التماس سلمان بر وقتتر برگرد، زیرا دیر آمدن تو در من طاقت ندارم. وقتی میگد این سلمان از خانه بیرون شد، در راه میگد با یک خانه، با زبان امروزه ما و شما بگیم یک کلیسا میگیم، یعنی جای نصرانی ها عبادت میکنن، در همون کلیسا رو پرو شد، نگاه کرد که مردم نصرانی عبادت دارد. در حال داخل همون خانه شد و عبادت نصرانی ها بلای سلمان بسیار خوب آمد. تا فرو رفتن آفتاب همراه نصرانی ها عبادت کرد. وقتی بیگاه شد میگد نزد پدر آمد. پدر خیلی ملامتش کرد، چرا تو دیر کردی؟ گفت امروز من در یک خانه نشستم که نصرانی ها عبادت میکردند و بسیار از عبادت اونها خوشنود شدم. پدر جان گفت از این دین آتش پرستی ما دیده دین اونها حق تر است و دین اونها شیرین تر است. پدرش گفت نه، گفت در دین اونها هیچ خوبی ندارد، هیچ ثواب ندارد. هرچند که میگد سلمان از دین نصرانی بر نمیگشت. و ناگاه پدرش شکار کرد، سلمان در خانه محکم کرد، دیگر نگذاشت که از خانه بیرون شود، زیرا میفهمید که وی این خانه را ترک میکند و از پی دین نصرانی میشود. لکن سلمان که در دلش محبت همون دل نصرانی که داخل شده بود، با کاروان همون مردم اصفهان، در اصفهان زندگی میکرد. یعنی تولدش از اصفهان است، اصفهان ایران. با آنها فرمان داد که اگر شما وقتی که به طرف مردم شام حرکت کنین، وی پرسیده بود از اون خانه که ریشه شما در کجاست، عالم های شما در کجاست. اونها خبر داده بودند که در ملک شام، یعنی در دولت سوریه، همون حکومت ما، عالم های زیادی ما اونجا چکار میکنن؟ عبادت میکنن. از این خاطر سلمان همراه کاروان و شام سفر کرد. از خانه پدر خود یعنی راه گریز اختیار کرد و رفت اونجا، پرسان کرد که اینجا عالم با قوتترین در کجاست. با او خبر دادن فلان کس عالم با قوتترین ایمان است. وی در خانه وی رفت، میگد عبادت میکرد. بسیار سلمان حکایت میکند که این مرد میگد بی نهایت مرد ناخوب بود. مردم میگد صدقه می آوردن، طلا می آوردن که با فقرا و مساکین تقسیم کند، لکن این میگد این مرد همه اونها را در زمین گور میکرد و به کسی نمیداد. وقتی این مرد میگه از دنیا گذشت، مردم آمدن غمگین شدن. من به آنها خبر دادم که غمگین نشوید که این مرد ناخوب است. آن خیر احسانی که شما دادید همه اونها را پنهان کرده هستند. وقتی مردم گفتن دلیل داری، وقتی رفت زمین میگه کن و طلا و نقره را نشان داد. این مردم به خلاصه آمدن که این پیشوای خودشانه به دار بکشن و سنگسار کنن و همچنان میگه معامله بر او کردن. و بعد اون میگد یک نفر دیگر در همون ملک شام میگد بسیار عالمی نصرانی با قوت بود. پیش او رفتم، بسیار آدمی خوب بود. در او کس شاگرد ایستادم. وقتی وفاتش نزدیک شد، باز از او توصیه گرفتم به دیگر انسان. همچنان یک سلسله چندین آدم نصرانی ده سلمان فارس شاگرد ایستادند. یعنی دین نصرانی که دین باطله بود، با همین دین پیروی میکرد. و ناگاه میگد آخران بار میگد با یک نفر رو پرو شدم، یک موی سفید خیلی نصرانی بود و بر من خبر داد که دیگر به کسی شاگرد نشو، میتوانی که به سوی مملکت عرب روی. در کتاب انجیل خبر آمده است که در همین زمانهای نزدیک یک شخص میبراید که 3 نشانه دارد. نشانه اولش همین است که صدقه را نمیخورد. دویم نشانش همین است که مال هدیه را میخورد. و سوم نشانش همین است که بین دو شانه او لا اله الا الله محمد رسول الله زدگی هست. حضرت سلمان از زبان این پیر خود وقتی این سخن شنیدند،
میگوید گاو داشتم، گوسفند داشتم، رهسپار به سوی همین مملکت عرب شدم. و بر من میگد همون پیرم خبر داده بود که این مرد، این عرب در بین دو کوه سیاه از سنگ و بینش باغهای خیلی خرما دارد. انا همونجا چکار میکند؟ هجرت میکند. تو در همونجا میتوانی که با این شخص یعنی با محمد رو پرو شوی و با او ایمان بیار. وقتی میگوید در راه آمدیم با بنی کلب گفتگی یک قبیله رو پرو شدم و گاو مال با اونها دادم که مرا به ملکی همان گفته استادم برد. اونها مرا فریب دادن و با یک نفر فروختند و این مرد میگد مرا در راه عذاب و شکنجه میداد. به ناگاه آورد میگه به یک موضعی که نگاه میکنم دو پهلوش همین کوه سیاس و بینش یعنی باغزار خیلی از خرما زیاد است. در دلم گذرانیدم که انا همین موضع همون موضع است. یک چند مدت با این خوجین خود خدمت میکردم. به ناگاه میگد روز بالای خرما میچیندم که یک آوازه شد که یک مرد آمده است. یک مرد از مکه مکرمه به مدینه هجرت کرده است که نام او محمد است و بسیار انسانی خاکسار و مهربان است. با شنیدن این سخن میگد چنان بود که قریب از بالای خرما بر زمین زنم. دوان میگد در بالا یک طبق کمی خرما گرفتم و نزد او رفتم. پیشنهاد کردم و گفتم تو محمد هستی؟ گفت بله من محمد هستم. گفتم این صدقه هست، من برای شما آوردم. من برای سنجیش گفت سلمان پیشنهاد کردم که استاد من گفته بود که محمد نشانش همین است که صدقه را نمیخورد. وقتی میگد پیشنهاد کردم گرفت کاسه را در دست صحابه ها داد. گفت شما تناول کنین که صدقه برای من جایز نیست. صحابه ها میگه خوردن. من به دل گذرانیدم که این یکم نشانه وی است. دویم بار باز میگد از پیش او غایب شدم. باز خرمای آوردم و گفتم محمد این هدیه هست. وقتی رسول الله هدیه را شنیدند در حال خود تناول کردند و صحابه ها را دادند. در دل گذرانیدم که این همان محمد است. روز میگه جنازه بود. برای سیوم نشانه او را دیدن که مهر نبوت بود. میگه جنازه بود، پیغمبر خدا بین صحابه نشسته بود. وقتی من وارد معرکه شدم رسول اکرم 100% دانستند که من مهر نبوت را میکاوم و بالای سر پیغمبر دور میگشتم. مادامی که یک لطه پیغمبر میگر ریداش که بالای همون مهر پرتافته بود، برای من دیدن همون مهر بسیار مشکل بود. پیغمبر خدا که پیخست شدن میگر ریدا را از بالای گردنشان گرفتن. من از پس پشت پیغمبر بودم. وقتی مهر را دیدم که نویسانده شده است لا اله الا الله محمد رسول الله، یک بار خودم بالای مهر پرتافتم و او را بوسه میکردم و میلیسیدم. پیغمبر خدا گفتم بس است سلمان، بس است، تو نائل شدی. سلمان از پیش گشتن و کلمه عرضه کردن مسلمان شدن. این یک مختصرا حیات حضرت سلمان است. السلام علیکم داملای عزیز. آیا در سلام السلام علیکم میگویی یا سلام علیکم؟ یعنی برادر سوال کرده است که آیا السلام علیکم گوییم یا سلام علیکم گوییم؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان عبدالله ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الاسلام خیر؟ پیغمبر خدا کدام اسلام بهتر است؟ پیغمبر چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. اسلام گفتن همین است که اولا طعام بر اهل مسکین ها دهی و دویم این که سلام دهی بر کسی که میشناسی و بر کسی که نمیشناسی. کسی را میشناسی نمیشناسی برای تو فرقی ندارد، باید که تو السلام علیکم بر او کس چکار کنی؟ روانه کنی. جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال السلام علیکم فرد علیه ثم جلس فقال عشر. یک مرد آمد پیش پیغمبر خدا و گفت السلام علیکم. بعد از آن پیغمبر جواب دادند و علیکم السلام و اون مرد نشست. پیغمبر گفت عشر 10 بر تو. ثم جاء آخر. بعد از آن یک مرد دیگر آمد.
فقال السلام علیکم و رحمت الله، بین یک رحمت الله زیاد کرد. فرد علیه فجلس فقال 20. پیغمبر خدا گفتن نشین برادر، گفتن جواب سلام بر او دادن و گفتن بر تو 20 بار. ثم جاء آخر فقال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، فرد علیه فجلس فقال 30. پیغمبر گفتن 30 بر تو بار. یک مرد آمد گفت السلام علیکم، پیغمبر گفت این 10 ثواب گرفت. مرد دیگر آمد السلام علیکم و رحمت الله گفت، پیغمبر گفت این 20 ثواب گرفت. شخص سوم آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، پیغمبر گفت این 30 ثواب نائل شد. بهترین سلام همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا رحمت و درود و برکات در حق جان تو گفته. با یک برادر وقتی سلام میکنیم این در ما و شما 30 ثواب چکار میکنیم؟ نائل میگردیم. لیکن سلام علیکمش این اونقدر یعنی مشروع نشده است. بهترینش همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این در ما و شما سلامی خیلی زیاده، یعنی ثواب خیلی زیاده نائل میگردیم. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. پیغمبر گفتند بهترین شما شخصی است که اول سلام دهد. کسی که اول سلام میدهد این معنای او را دارد که این انسان کبر خودش شکستگی هست. یعنی بسیاری آدمی هست که میایستد که تا که او را سلام دهند. یک پیغمبر گفتند بهترین شما همان کسی است که باید که اولا سلام دهد. خواه خرد باشد، خواه کلان، خواه وظیفه دارد، خواه بی پول است، خواه با پول است، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ابتدا کنیم. انشاءالله ما و شما ثواب زیاد بگیریم.